مسئله که بسیار مهم است او موضوع مولود است. پس این در زمانه 4 یار کبار خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبود. خلفای راشدین این کار نکردن. خب به تعقیب از این در زمانه دیگه صحابه این سلسله نبود. باز بعد از این در زمانه تابعین مجلس میلاد نبی نبود. در زمانه تبع تابعین و امامهای دین این نبود. در سنه 600 هجری 600 سال بعد از هجرت رسول الله ملاهای درباری به پیش کوکری به یک روایت جمع شدن. پادشاه مفسد، فاسق، مشرک و بیدینی بود. اینا پیششان جمع شدن، گفتن مردم خلاف توست، بیا یک کاری کو. گفت چی کنم؟ گفت که این مردم آرام شوند. گفت چطور میشه که آرام شوند؟ گفت فقط یک قدر کو که تو مجلس میلاد النبی به اینا منعقد کو، ملاها را خوب حلوا بده، نان بده، پول بده، تا که کلگی از تو راضی شوه و فکر کنه که تو آدم خوب هستی. بنابر فتوای ملاهای درباری مجلس میلاد یک شخص مشرک منعقد کرد تا مردم خاموش ساخته باشه. و امروز هم در تمام بلاد اسلامی مسلمان و مؤمن و امت رسول الله با این مزخرفات دست میزنه. شیخ الحدیث هم در او اشتراک میکنه، شیخ القرآن هم اشتراک میکنه و اگر تو رد کنی میگه وهابی است. این وهابی آبده برادر. اگر تو این کار میکنی پس میگی که من محبت با رسول الله دارم. این دوستی با رسول صلی الله علیه وسلم کجاست؟ این دوستی را آیا تو زیاد داشتی یا ابابکر و صحابی که به پیشروی رسول الله استاد میشه و تیر در سینهش میخوره، سینهش تیر باران میشه، 8 تیر در سینهش میخوره و میگه من زنده باشم و رسول الله تیر بخوره؟ از او کرده تو زیاد محبت با رسول الله و زندگی رسول الله داری؟ و صحابی جلیل القدر که تیر خورده دست شل میشه، از کار میفته، تو از او کرده زیاد محبت داری؟ و صحابه که خلیدن خار در پای رسول الله خوش نداشتن، تو از او کرده زیاد محبت داری؟ اونا این روز تجلیل نکردن با وجود محبتی که از سر خود بالای رسول الله تیر بودن. گپ میشد گفت سر و مال و مادر و پدر ما فدای تو باد یا رسول الله. آیا تو از او کرده هم بلند رفتی؟ آیا تو مقامت از او کرده بالا شده؟ لو کان خیرا لسبقونا الی. اگر این کار خیر می بود صحابه از همه کرده اول او را انجام میدادن، در حالی که صحابه نکردن، تابعین نکردن، تبع تابعین نکردن، ائمه و مجتهدین دین نکردن. این یک پادشاه مشرک انجام داد و امروز تو به نقش قدم یک مشرک پیش میری. یک بدعت است، یک خرافات است و در دین هیچ جای نداره. البته جلسات و مجالس سیرت النبی را هر وقت دایر کردن، هر زمان دایر کردن، این ثواب است، این درست است و این از سیرت آن جناب، از صورت آن جناب، از اخلاق او، از اوصاف او، از معاشرت او، از سیاست او، از دولتداری او، از برخورد او با صحابه و با دوستایش، از اخلاق او با کفار یهود و نصارا، همچنان از اخلاقش در خانه با بیبی هایش، از اخلاقش با اولادش، با نواسش و علی هذا القیاس تمام حالات زندگیش با خبر شدن ثواب، این سبب نیکی
و کامیابی دنیا و آخرت است. اگر یک انسان از این چیزا خبر میشه، خب وای خوشا به حالش که از زندگی نبی خود خبر میشه. چشم آن جناب چی طور بود، بینی آن جناب چی طور بود، دندانش چی طور بود، به چی شکل ریش داشت، به چی شکل صحبت میکرد، دستایش چی رقم بود، شانش چقدر بود، ای بر شانه چقدر داشت، قدش چقدر بود، رفتار چطور میکرد، مذاقش چی رقم بود. مثل ما مذاق نمیکرد آن جناب صلی الله علیه و سلم. یک روز یکی را گفت دو گوشه یا ذل اذنین. گفت یا رسول الله مرا میگی دو گوشه؟ گفت چرا دو گوش نداری؟ مذاق رسول الله هم راست بود، مذاق آن جناب صلی الله علیه و سلم هم راستی بود، دروغ نبود در او. روز یک زن آمد به پیشگاه آن جناب صلی الله علیه و سلم، برش گفت که خانم کی استی؟ تو خانم کیستی؟ گفت ما خانم فلان. گفت عمویی که گفت در چشمش سفیدی زیاد است. زن حیران ماند. این زن حیران ماند وقتی که رفت به خانه، به طرف چشمای خانم شوهر خود نگاه میکنه، زیر به طرف چشمش میبینه. شوهر برش میگه که چطور نگاه داری به طرف چشمایم؟ گفت که رسول الله گفت که تو چشم سفید استی. گفت ببینی سفیدی چشم من نظر به سیاهیش زیاد است. راست گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک روز یکی آمد برش گفت یا رسول الله برای من یک دانه شتر بده. گفت شتر خونه چوچه شترم میته. او برش میگه که ما از تو شتر میخوایم، تو چوچوی شتر میگه همین چوچه است که شتر از جور میشه. نه مذاق رسول الله مزاح یا امو خوشتبیش به این اندازه بود. پس جلسات سیرت النبی را منعقد کردن، صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن، اخلاق او را بیان کردن، این شأن مؤمن است، این ثواب است، این سبب کامیابی است، این سبب بلند رفتن و ارتقای درجه مؤمن و مسلمان است. یک موضوع، یک مسئله. اما مجلس مولود سال یک بار منعقد کردن، مجلس مولود شریف. خب باز او را میگه 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول دوستای گرامی، امی مولوده که در این تاریخ اینا منعقد میسازن این هم غلط است. بخاطر چی؟ زمانی که آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه مبارک نازل شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عرفه در زمان حج بود. ببینین دهم ذوالحجه است، 9 ذوالحجه روز عرفه است، روز حج اکبر است. این آیه کریمه نازل میشه و بعد از این 83 روز و یا 80 روز، دو روایت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود. خب شما بیاین ذوالحجه، 20 روز ذوالحجه، محرم، صفر، پس ربیع الاول. ببینین اینایی که 12 ربیع الاول میگیرن که رسول الله دوشنبه 12 ربیع الاول وفات کرده، 20 روز جمع 60 روز، این 80 روز جمع 12 92 روز میشه. در حالی که 80 روز رسول الله زنده بود، امی تاریخش هم غلط است. چرا؟ 20 روز ذوالحجه، محرم، صفر، 80 روز این میشه و اگر کم بسازی خوبیخی باز او درست نمیه. 29 روز اگر ما باشه خب باز بالکل باز او درست نیست. محرم، صفر، ربیع الاول، 12 روز ربیع الاول، 60 روز محرم و صفر و 20 روز ذوالحجه، جمله میشه 92 روز یا 90 روز.
پس امی تاریخ 12 ربیع الاول هم نظر به قرآن غلط است که اینا میگن. به هر صورت دوستا ای بدعت است، از این خودداری کنین.